خانه پدر و مادر بعد از خانه خدا تنها خانه ایست که روزی 10 بار میتوانی بروی بدون دعوت و هر بار صاحب خانه از دیدنت خوشحال و خوشحالتر می شود. خانه‌ای که برای رفتن نیازی به دعوت ندارد. خانه‌ای که حتی خودت می توانی کلید بیندازی و وارد شوی. خانه‌ای که همیشه چشمانی مهربان به در دوخته تا تو را ببیند. خانه‌ای که یادآور آرامش کودکانه توست. خانه‌ای که حضورت و نگاهت به پدر و مادر عبادت محسوب می شود و گفتگویت با آنها ذکر الهی است. خانه‌ای که اگر نروی دل صاحب خانه می گیرد و غمگین می شود. خانه‌ای که قهر با آن قهر با خداست. خانه‌ای که 2 شمع سوختن تا روشنی به ما بدهند و تا وقتی سوسو میزنند شادی و حیات در وجودت جریان دارد. خانه‌ای که سفره‌هایش خالص و بی‌ریاست. خانه‌ای که وقتی خوردنی آوردند اگر نخوری ناراحت و دل شکسته میشوند. خانه‌ای که همه بهترین هایش با خنده و شادمانی تقدیم تو می شود. خانه‌ای که چقدر خانه والدین به خانه خدا شباهت دارد. قدر این خانه ها را بدانیم، قدر این فرشته های آسمانی را بدانیم. شاید خیلی زودتر از آن که فکر کنیم دیر می شود.